سلام دوستان من، در خدمتتون هستم با یه مبحثی در ارتباط با ازدواج. یکی از موضوعاتی که مد نظرمون هستش که بخوایم بهش بپردازیم این هستش که گاهی وقتا ما وقتی فاکتورهای متفاوت رو کنار هم میچینیم و میایم نگاه میکنیم ببینیم که این فرد برای ما مناسب هستش یا نه، معمولاً شاهد این هستیم که همه موارد کامل دقیق عین ما در نمیاد و همه چی اوکی و تیک خورده در نمیاد. ما نمیتونیم یک فردی رو پیدا کنیم که 100% شبیه خودمون باشه، ولی ما باید سعی کنیم که بیشترین هماهنگی رو با همدیگه پیدا بکنیم. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه، اگر شما متوجه شدید که تو بعضی از فاکتورها با همدیگه سنخیت کامل دارین ولی تو یک سری از فاکتورها سنخیت کامل ندارین، باید ببینید که کفه ترازو رو در نظر بگیرید و ببینید اگر اون مشکل رو بذارید تو یک طرف و مثبت‌ها رو بذارید تو یک طرف، کفه ترازو به کدوم ور حرکت میکنه. اگر این موضوع قابل اغمازه، خب ازش اغماز میکنیم، ولی در این خصوص حتما نظر یک مشاور و یک کارشناس رو شما لازم دارین، برای اینکه بلوغه هایی که متفاوته، مثلا اگر فرد بلوغ اقتصادی نداشته باشه ما نمیتونیم ازش بگذریم. ما اعتقاد داریم که باید فرد به اون بلوغ رسیده باشه، اما وقتی ما میگیم بلوغ اقتصادی، منظورمون از بلوغ اقتصادی این نیست که طرف حتما خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه. نه، ملاک ما این هستش که ببینیم طرف میتونه یک زندگی رو اداره بکنه، میتونه کار رو انجام بده. معمولاً اگر نگاه بکنیم به اطرافیانمون، پدرمون، مادرمون و افرادی که در دور و بر ما هستن، میبینیم که روز اول اینا همه چیشون با هم دیگه اوکی نبوده، خونه نداشتن، ولی همینی که جنم کاری توی فرد بوده تونسته مبارزه بکنه، به جنگ و فعالیت بکنه و بتونه اون مسئله اقتصادی خانواده رو حل بکنه. اما یه موقع‌هایی مثلا بالفرض میگم اگر که دو نفر از لحاظ اعتقادی با هم دیگه متفاوتن، یکی از خانواده ها به شدت مذهبی هستش و نماز، روزه، همه چی سر جاشه و به همه چی توجه میکنه، روزه های چه میدونم غذای بیشتری میگیره، نماز شبها فراموش نمیشه و به این صورت حالا مذهبی شدید هستش. فرد مقابلمون اگر قرار باشه از خانواده‌ای باشه که فقط خدا رو قبول داشته باشه و عنوان میکنه که من خدا رو قبول دارم، ما اعتقادمون اینه که خدا رو قبول داریم، خب ما اعتقادی به روسری و چادر نداریم، ما حجابمون این نیست، ما بدون روسری جلوی هم ظاهر میشیم، ما به هم دیگه به چشم خواهر برادر نگاه میکنیم، با پسر عمه و پسر خاله و اینا ما دست میدیم و شاید روبوسی بکنیم، ما اصلا منظوری نداریم. منتها خب این برای خانواده مذهبی خط قرمز هستش. ما اینجا اصلا نباید این دوتا خانواده رو کنار هم بذاریم. ببینید در ظاهر شما شاید یه چیزایی رو خود فرد بپذیره، شاید خود پسر بپذیره بگه که باشه قبوله، من خودم تمایلم به رفتارهای خانواده زنم بیشتره و دوست دارم این خانم همسرم باشه، ولی موضوع سر این هستش که این آقا وقتی این خانم رو بگیره نمیتونه فقط با این خانم زندگی بکنه. ما زمانی که ازدواج میکنیم 50% افرادی رو که باید باهاشون ارتباط داشته باشیم همون افرادی هستن که خدا از قبل برای ما آمادهشون کرده بود. قبل از اینکه ماها به دنیا بیایم خدا برای ما مشخص کرده عمه، عمو، دایی، خاله ما کی باشه، ما تو چه زندگی به دنیا بیایم و تو چه جایگاهی بخوایم بزرگ بشیم.
ببینین این 50% افرادی هستن که خدا برای ما انتخاب کرده. وقتی ما به مرحله ازدواج میرسیم، خواستگارهای متعددی برای ما قرار میگیره. من باید بین این خواستگارها مناسب ترین رو پیدا بکنم، نه بهترین رو. ببینین دوستان، وقتی ما میگیم بهترین، شاید یک فردی خیلی عالی باشه، ولی آیا من میتونم اون فردی باشم که اون طرف دلش میخواد؟ بعدن این باز به مشکل ممکنه برخورد بکنه. بنابراین ما حرفمون اینه که موقعی که شما میخواین ازدواج بکنین، حواستون باشه که کی رو دارین انتخاب میکنین. شما باید ببینین وقتی که انتخابی صورت میگیره، این فرد خودش تنها نیست. این فردی رو که شما دارید میپذیرید خودش هست و خانوادهش و قومش، عقایدش، فرهنگش، مذهبش، اعتقاداتش. ما باید همه اینها رو در نظر بگیریم. خیلی وقتا از لحاظ فرهنگی ما اگر سنخیت نداشته باشیم زندگی به هم میخوره. اینی که ما چه چیزهایی رو تو زندگی درست میدونیم و چه چیزهایی رو غلط. خب تو خانواده ها متفاوته. شاید تو خانواده یکی با کفش راه رفتن روی فرش یه چیز عادی باشه، ولی تو خانواده یکی دیگه حرف از پاکی و نجاست باشه و به هیچ عنوان ما همچین چیزی رو نپذیریم. یه خانواده است که مثلا یه حیوان خانگی مثل سگ رو توی خونه میتونه پرورش بده و باهاش لذت هم میبره، خیلی هم باهاش زندگی خوبی داره، ولی خب اون یکی خانواده اصلا سگ رو نجس میدونه. خب اینجا نمیتونیم ما این دوتا دیدگاه رو کنار هم بذاریم و به هم نزدیکش بکنیم. قطعاً مدل رفتاری متفاوت میشه، قطعاً برخوردها متفاوت میشه. شما نمیتونید با خانواده‌ای که انقدر باهاتون تفاوت داره زندگی خوبی داشته باشین. همون اول زندگی، همین اینی که ازدواجی که شما میخواید بکنید، مراسم ازدواجتون چجوری باشه، لباس عروسی رو که شما میخواید بپوشی چه لباسی باشه، چقدر پوشش برای دو طرف مهم هستش. اینی که شما ببینین که این فرد چیا ازتون میخواد. اگه قرار باشه که یکی بخواد یک مثلا ازدواج صلواتی رو مجلس بگیره و یکی دیگه دیدش این باشه که نه، ما ترجیح میدیم که مراسم قاطی باشه، موزیک باشه، و خب اینجا خیلی متفاوت میشه و ما به هیچ عنوان این رو تایید نمی کنیم. اینا جزء چیزهایی هستش که ما قبل از ازدواج باید بهش توجه بکنیم و بفهمیم که تفاوت‌ها کجاست. من میخوام کار روی خود سخت‌تر بکنم. من به عنوان مشاور وقتی مراجعم بهم مراجعه میکنه، نه تنها مسائل ظاهری رو در نظر میگیرم. مسئله ظاهری اون چیزیه که تیپولوژی فرده. آیا من در درجه اول تیپولوژی این فرد رو دیدم، پسندیدم؟ آیا من از این خوشم اومده؟ ظاهر این برای من دلنشین هست؟ این چیزی هستش که در درجه اول اهمیت قرار داره. در درجه دوم ما میاییم راجع به مثلا سن، تحصیلات، مذهب و فرهنگ، اینها تحقیق میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم تو اینا سنخیت داریم یا نه. ببینین ما هی مرحله به مرحله باید شناختمون رو بیشتر بکنیم، حتی به مرحله‌ای برسیم که بخوایم ببینیم، مثلا از فرد سوال بکنیم که ببین فکر میکنین نکات منفی رفتاری پدر شما چیه؟ نکات منفی رفتاری مادر شما چیه؟ احیانا من باید با چه رفتاری روبرو بشم و در اون زمان چجوری باید این رفتار رو مدیریت بکنم؟ مسئله ازدواج مسئله بسیار مهمیه و شما باید قبل از ازدواج 2 تا چشم دارین، 2 تا چشم دیگه قرض بگیرید و همه جوانب رو بسنجید و بعداً بخواین انتخابتون رو انجام بدین.
امیدوارم مطالب امروز به دردتون خورده باشن. به خدا میسپارمتون.